همینقدر تباه. این کیت بدن دستسازیه که من برای ماشینم طراحی کردم و الان میخوام لیپشو بسازم. بریم تمام مراحلشو با هم دیگه ببینیم. الان کوره یه دونه بالا گذاشتم رنگ کنه ماشین من رو. بالا دیفیوزر یه 206 معمولی، بالا دیفیوزر من ابعادونه. اینم از این زاویه. اولین مرحله اینه که بریم آهن مورد نیاز رو از آهن فروشی بخریم. وقتی میرم آهن بخرم همه بهم میگن دیگه میخوای چی بسازی؟ ماشینو ببریم ورقا رو وار کنیم. در عکس یک ورق و یک سوم یه ورق می‌خواستم. ولی خب دو تا ورق می‌برم. بچا اینجوری گذاشتیم. شما هم میتونید با 206 اینجوری ورق بیارید. به این ورقا میگن ورق گالوانیزه، به خاطر ترکیباتی که داره اصلا زنگ نمیزنه. اینجا هم یه کارگاه برشکاری توی شهر ماست که نقشه ها رو به صورت فایلای کد بهش میدم و اینا رو به وسیله پلاسما برای من میبره و بهم تحویل میده. این پروسه معمولا نیم ساعت و 40 دقیقه طول میکشه. تقریبا دقت برش این دستگاه 10 میلیمتره. احسنت. چون که دقت دستگاه بالاه باید خیلی حواسم رو جمع کنم که اشتباه نقشه ندادم، چون اشتباه میبره و هم ورقم و هم قطعم خراب میشه. لباسکارم که پوشیدی و دیروز قطعات آماده شد. بریم امروز ببینیمشون. چون فقط خواهش که دارم ویدیو رو لایکش کنید. اصلا لایک نمی‌کنید. وضع خرابه. این تمام قطعات بود. این برای بالا است، اینم برای بالا است. این نصفه ها برای دیفیوزره. اینم برای بالا است. و این حالت مهشکن جلوشه. اینا گرد میشن میرن توی مهشکن و گردیه توی مهشکن ایجاد میکنه که من یادم رفت نقشه خمشو بگیرم. بعد اول نقشه این خم اینو بگیریم، بعد بریم اونا رو جوش بدیم. بچا این آبی است. این آبی است. و الان ما باید بازش بکنیم، گسترش اینو بگیریم و اینه و اینا خط خمه. سخت ترین قسمتش همینه، بقیه‌اش دیگه کاری نداره. الان من باید ببینم میتونم یه پرینت از این بگیرم، از کاغذ بچسبونیم روش، آسان ترین کار. این برگه آسه و اینو مجاز کردیم خود از اونجا زد بیرون، ولی خب چاره‌ای ندارم. این آسان ترین راهیه که میتونم اینو پرینت بگیرم، هر کافینتی میتونه. چاره‌ای نداره، حالا این گوشه‌اش پیدا نباشه دیگه عیب نداره. اینو میچسبونیم روش. معرفی میکنم لپتاپ خسته من که یه عالمه محصول و قطعات باهاش ساختم و هنوزم این پیر خسته داره کار میکنه. آخرین روزاییه که لیپ جلو نداره. سلام دایی. سلام. اینا آماده شد، چسبم گرفتیم، بریم کارگاه. بازم میگم چنل من نداری حتما سابسکرایب کن، زنگوله‌شو فعال کن، ویدیوی جدید که برات میذارم بیا ببینی. یه عالمه کارهای عجیب غریب میخوام تو این چنل انجام بدم. داره شکل میگیره. صفا کنید. یکم حالت بیزی تور شد چون بلد نبودم، ولی بقیه‌اش خیلی اوکی شد. بریم قسمت دوم. یکی برعکس چسبوندیم، بعد با خودکار خمشو درست کنیم. یکی کمتر خم دادم. در مورد این هم بهتون میگم چجوری کار میکنه. یه موتور داره، این بالا پایین میشه، این شاسی بالایش دستگاه خمه. اینجوری آزاد میشه، تنظیمش می‌کنی. با اون پدالو میزنی، میگیرهش. آها این شد. این خیلی خوب شد. این کاسه چیزشه، مشکنشه. لپتاپو بنا کردیم. پسر در همه حالت. بریم یه تست بکنیم ببینیم بهش میخوره یا نه. این قرمزا یادم رفته بذارم. قرمزا این خوره اینجا. خب اینم از این. بریم ببینیم چی میشه. نمیدونم کجا اشتباه کردم که این نمیشینه. این بلنده، هم مرکز نیست، این باید بیاد بالاتر. خیلی باید بیاد بالاتر. چرا نمیاد؟ اینو اشتباه جوش دادیم. کلا اشتباه خم کردم. کلا اشتباهش درستش کردم. اینجاش صافه برای میشکن، ولی برای من اتفاق براش نمیفته. مشکلی که داره الان اینه، این لبه خورده باید بریده شه. یه ذره بریده بشه اوکی میشه، هیچ مشکلی نداره. یکم بهتر شد. هر کجی گل است دیگه. باید میزونش کنیم. البته تقریبا نشست به کار، ولی مشکلی که داره اون سوراخ روبرو مهشکن نیست و من اینو دو تیکه ساختم که بشه راحت نصبش کرد و سخت نباشه، تنگ و باریک و اینا در نیاد. کاری که برای این میتونم بکنم اینه که کورش کنم، یه دونه نمونی بیزی توش بندازم، یعنی کلا دیگه اصلا مهشکنی نداریم، در صورتی که الان دوتاش سوخته چون روبروش نیست خیلی خزه. بریم برای تیکه دوم. ویدیو رو لایک کردی؟ همینا لایکش کن، منتظرتم. بریم.
بچه‌ها این دو قطعه شو که ساختیم به این نقطه ها نگاه نکنید. اینا که کج گل است اصلا دقت نکنید درست میشه. مرحله بعدی اینه که برام نصبش کنم و عیب و ایراداشو بگیرم که حالا دیدی که یه قسمتاشو بریدیم، یه قسمتاشو ببرم کاملش کنم، پرداختکاری انجام بشه. اگه خواستم دو تا تیکه رو با هم دیگه وصل کنم بعد بره رنگ کاری. توی کوره هم اینا رو رنگ میکنم. و اگه فیلم اصلی دیفیوزرم ندیدین بالا میاد بزن روش ببینیش. بخار اگزوز از وسط میاد. من نمیدونستم. چسب ناراحت نمیره باز بشه. هرمله اول چسبکاری سپره داره رنگ بلند میکنه. بحثی که هست این کامل میشینه، قسمت بالاییش نکنی کامل با سپر میشینه، ولی مشکلش اینه یه ذره باید میرفت بالاتر. نقشه هم نگاه کردم همه چی اوکیه، ولی اینجا نمیشه اینجوری شده. اینجا نمیتونم درستش کنم چون ابزار ندارم. بعد بریم همون کارگاه نگاه کن سپر نابود شد. خورده جای پیچ براش درست کنم دیگه رو کار میبندمش بره. پلاکم با در بیارم. خواهشم نمیدونم روز چندمه باید اینو کورش کنیم. خب جاشو تو نرم افزار در بیارم، یه تیکه بیزی ببریم اینجوری جوش بدیم توش. و اینکه تو اینجا چی بزنم و هنوز تصمیمی ندارم، ولی خب یه چیزی توش میزنیم. نقشه رو دادیم و قطعه رو بریدیم و تحویل بگیریم و بذاریم داخلشو. روز 4 لیپ جلو و با دلار 36 تومن میریم که پرقدرت لیپ جلو رو نصب کنیم. خب یکی کور شد، یکی هم نابینا شد، ولی اصلا مثل هم نیستن. تقریبا همه چی رواله. بریم برای نصب ببینیم چی پیش میاد. پیچی که من ازش استفاده میکردم پیچ خودکار سرمته بود. ولی اینجا رو نگاه. روخو بگی گرفتم. روخش بود. بچه‌ها برای توی میشکنش هم بگم میشکن دوست دارم از این LED 4 تایی‌ها بذارم، 4 تا خودم بذارم یا یه رینگ بذارم. دوستم خودم این درستش کنم. ولی کارش می‌کنم. پلاک در بیارم اون زیر موند. اینجا هم پیچ می‌خواد. لازم به تصویر نیست. این سپرم مثل همون سپر نصب شد. روخی گرفت. اینجاش نمی‌کنه چقدر اضافه اومد. این تیکه رو بعد از وسط ببریم هر دو تاشونو که فیت هم بشه. شانس آوردیم دو تیکه درست کردیم، وگرنه اگه می‌خواستیم اینو یه تیکه درست کنیم باید می‌زدیمش جلو مینیبوس انقدر بزرگ بود. حالا جلوه ویژه رو نگاه. اوف. بس کج و کوله ترین حالت ممکن ماشین رسید، ولی هنوز کمه. هنوز اون لیپی که باید بزنه بیرون هنوز نیست. حالا بهتون میگم می‌خواستم اضافه ترش کنم. یه دونه ورق از اینجا میزنم روی اینقدر، بعد با میله اینجوری وصلش می‌کنم به سپر، چیز گنگی میشه. مرحله بعدی اینه که این دو تا رو باید بریم با هم دیگه جوش بدیم، پشت شاسی بکشیم محکم بشه، سنباده بزنیم، صاف و صوفش کنیم، این عیب و ایراداشو من بگیرم و بره رنگ بشه. رنگ که شد چراغ مرغا. هر دو تا قسمت با هم دیگه جوش خورد. این وسطای خورده موج داره که پلاک میفته مشخص نیست. یه نوار میخوام روی این بکشم که دیگه درزم نداشته باشه. وقت سنباده کاری شد و صاف کردن سطح. از سنباده‌های مختلف به وسیله سنباده‌گیر استفاده میکنم تا صافی سطح بهتری به این سپر بدم، چون که قرار رنگ الکتروستاتیک بشه و اصلا من نمیخوام بتونه‌ای بهش بزنم چون بتونه ترک برمی‌داره و ممکنه بریزه و از این رنگکاریش هم بالا. قطعاتو به کوره رنگکاری سپردم و گفتم تا آماده میشه یه سفر شمال بریم. سپر که آماده شد از شمال برگشتم و سپر رو آوردم خونه. کیفیت رنگش خدا بود و یه عالمه درز و دورز داشت. به وسیله این ماستیک درز و دورزایی که داره رو میخوام الان پر کنم. قبلا از جلو درزا رو پر می‌کردم که اصلا خوب نبود، الان دیگه دارم از پشت درزا رو پر می‌کنم. همچنین وی افزود به این قسمتش دقت نکرده بودم. بریم که دور اینجا نوار بزنم. بعد از چند وقت بیام جلو دوربین منو فراموش نکنید. این حجم از نابود بودن جزئیات واقعا غیر ممکنه. درز و دورزاش انقدر زیاد بود هنوزم نور رد میشد. یه سریاشو مجبور شدم از جلو به وسیله لیسه پر کنم. ماستیکش دیگه خوش شده، وقت نصب کردنه. این حجم از دو رنگ بودن واقعا قابل تصور نیست. اما خب چاره چیه؟ سمت راستش هم میبندم بره دیگه. و در آخرم نصب پلاک.
تفاوت رنگ رو نگاه کن. اون اصلا سبز شد، رنگ ماشین شد سبز، این سفیده. ولی رینگه درست شده، نگاه کن کثیف که بشه درست میشه. یه خورده باید کار کنه. رنگ نوع اینا رو هم هر کاری میکنم درست نمیشه. تموم شد، قضیه تموم شد. فقط الان ما بریمش کارواش. نگاه کن چقدر سفیده وای. و اما من یه دونه بال خفن دیگه ساختم، قرار جایگزین این بکنیم چون این دیگه واقعا کار خودشو کرده. چرا اصلا به دو رنگ شدنش، به احتمال دو رنگ شدنش فکر نکرده بودم. بریم کارواش، امیدوارم انقدر محکم ماشین رو بشوره رنگ ماشین باز شه. ولی چون که میخوام فندر درست کنم و کلا نصف پایین ماشین ممکنه قطعاتش عوض بشه، اونا رو دیگه واقعا باید بدم رنگ ماشین رنگش کنم. اونو که بخوام رنگ کنم قطعا صفر لیپ جلو اون دیفیوزرام در میارم، میگم یه رنگی هم به اینا بپاشه دیگه حل میشه قضیه. ولی خب فعلا باید تحملش کنیم. ماشین که شسته شد یه خورده رنگ و روش باز شد، ولی خب بازم دو رنگه دیگه، چاره این نیست. بچه‌ها توی ادامه روی کدوم قسمت از ماشین کار کنم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. در ادامه میکس های این ماشین رو میبینید. لایکش کن، ساب یاد نره.